در ادامه مبحث DNS ما یه تستی انجام میدیم. میریم CMD و یه پینگ میزنیم به رکوردی که اینجا تعریف کردیم، PCA1 پینگ PCA1 دات نامزون جک دات لوکال و اینتر. دقت بکنین وظیفه DNS تبدیل نام به IP. اگر دقت کنین PCA1 جک دات لوکال رو IP شو برای ما برگردون. این میشه وظیفه DNS. خب یکم روی تنظیمات DNS صحبت کنیم. خب بریم سراغ تنظیمات. به سرور کلیک راست میکنیم، پروپرتیز رو میاریم. اینجا چند تا تب وجود داره. تب اول اینترفیس هستش. امکان داره که شما چند تا کارت شبکه داشته باشید و فقط یکی از کارت شبکه ها رو برای DNS سرورتون انتخاب بکنین. میتونین هم بگین all IP آدرس. گزینه بعدی گزینه فورواردر هستش. در مورد فورواردر ما صحبت کردیم، گفتیم اگر من اینجا یک دونه کلاینتی داشته باشم که درخواستش رو به صورت کوئری بفرسته برای DNS سرور و این درخواست جواب داده نشه توسط DNS سرور، میتونه فوروارد بشه به DNS شماره 2، از DNS شماره 2 به DNS شماره 3 و همینطور پیش بره تا در نهایت بتونه IP سیستم مورد نظر رو پیدا کنه. فورواردرها رو اینجا تعریف کنیم. من میتونم اینجا مثلا بگم تو فوروارد کن به 888. تیک سبز رنگ به معنای برقراری ارتباط با اون DNS سرور هستش. گزینه ادوانس مهمترین بخشیه که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم. همینطور که میبینین یه سری آپشن برای سرور در نظر گرفته باشه. دقت کنید من اینجا گفتم میتونه ارتباط DNS با بقیه DNS ها قطع بشه. یعنی وقتی یک کوئری به DNS سرور میرسه بررسی میکنه، اگر زون رو نداشت داده ای نمیفرسته و اجازه نمیده که دیتا برای DNS بعدی ارسال بشه. اگر این تیک رو چیکار کنیم بزنیم دیسیبل میشه فورواردر ما. بعضی مواقع امکان داره که ما بخوایم با DNS هایی که سیستم عامل لینوکسی دارن ارتباط برقرار کنیم. میتونیم با استفاده از enable bind اینجا این کار رو انجام بدیم. گزینه بعدی مال وقتی هست که دیتا ها میخواد بین DNS ها جابجا بشه. امکان داره موقعی که دیتا ها بین DNS ها جابجا میشه در مسئله ترانسفر که جلوتر در موردش صحبت میکنیم یه بخش از دیتا خراب باشه. اینجا میتونیم بگیم تو فقط دیتا های سالم رو بردار و دوباره درخواست دیتا های خراب رو مجدد بارگیری کن، یا میتونیم بگیم که کلا اگه یه بخش از دیتا خرابه کلش رو دور بنداز. این قسمت هم برای لود بالانسینگ هستش، اینکه من بیام از راوند رابین استفاده کنم. حالا مثالش رو الان براتون انجام میدم. این قسمت میتونه بگه که درخواست ها بر اساس نت ماسک اوردرینگ ارسال بشه و اینجا هم میتونیم بگیم که ارتباط ما سکیور یا امن بشه، رمزگذاری بشه که به راحتی دیتا های ما هک نشن. قسمت روت هینت هم که با سرچ توی گوگل میتونید بهش برسید. توی این بخش 13 تا IP روت اصلی DNS جهانی مشخص شده. یعنی شما میتونید از DNS استفاده نکنید و با استفاده از روش ریکرسیو خودتون متصل بشین به DNS های روت و با استفاده از اونها IP یک سیستم رو به دست بیارید یا IP یک سرور خاص رو به دست بیارید. بریم سراغ راوند رابین. یه مثال در مورد راوند رابین بزنیم. من وارد DNS میشم، روی دامین jk.local میام اینجا و چند تا فایل سرور تعریف میکنم. فایل سرور اول رو آی شو میدم 192.168.100.c اد هاست میکنم. فایل سرور دوم رو آی شو میدم 192.168.100.31 اد هاست میکنم و فایل سرور سوم رو آی شو میدم 192.168.132 و اد هاست میکنم. دقت بکنید CMD رو ران میکنم و پینگ میزنم به فایل سرور جک دات لوکال. ببینین به فایل سرور 30 متصل شد. دوباره درخواست میزنم، این دفعه به 31 متصل شد و دفعه بعد به 32 متصل میشه و دوباره
دفعه بعد به سی یعنی در واقع حالت چرخشی پیدا میکنه. این باعث میشه که ترافیک بین فایل سرور من چی بشه؟ تقسیم بشه. پس این در مورد راند رابین هستش، یه مثالی که شاید بتونه یه ذهنیتی از عملکرد DNS رو به شما بده.